سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیزم. حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی باشید. از کانال یوتیوب خیاطی با زیزی در خدمت شماییم. امروز قراره در مورد چرخ سردوز صنعتی جک با هم دیگه صحبت کنیم که شما در تصویر مشاهده می‌کنید. اگر این دست ویدیوها رو دوست دارید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر از آموزش این هفته خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک کنید. من زیزی هستم، به کارگاه من خوش آمدید. بزن بریم. چرخ صنعتی عرضه تشکیل میشه که شما در تصویر مشاهده میکنید. قسمت مهم چرخ آنتن چرخ هست که به این صورت تعبیه شده. در چرخ‌های صنعتی آنتن ها متفاوت هستند با اندازه های متفاوت و راهنمای نخ‌ها هستند که با راهنمایی نخ‌ها میتونیم برسیم به قسمت نخ کردن سردوز. میریم سراغ نخ کردن چرخ سردوز. از قسمتی که نخ‌ها رو گذاشتیم شروع می‌کنیم، از آنتن‌ها نخ‌ها رو رد می‌کنیم. به این قسمت آنتن رسیده. قسمت آنتن دوم هم رد کرده نخ‌ها و میرسیم به این قسمت. این قسمت‌ها درجه بندی چرخ سردوز هستن. شما با تکون دادن این درجه‌ها میتونید دوخت سردوزتون رو تنظیم کنید. سفت یا شل بودن نخ سردوز به این 3 درجه بستگی داره. سردوزها در بازار مدل‌های مختلفی دارن. از جمله چرخ‌های سردوزی هستن که 5 نخ هستن. اون 5 نخ‌ها برای دوخت تریکو و بدون اینکه بخواید دوخت راسته کنارش برین، میتونه دوخت تریکو رو براتون انجام بده. یعنی از سوزن 2 تا نخ رد میشه و دوخت شما داره استحکام بیشتری هست. ولی سردوز من که الان در تصویر مشاهده می‌کنید 3 نخ هست و برای سردوزهای کنار پارچه‌ها درساتون که نخ و ریش نشه استفاده میشه کرد. ولی برای اینکه بخواید بدون اینکه راسته از کنارش برید نمیشه این سردوزهای 3 نخ رو استفاده کرد. به خاطر همین باید حتما اگر سردوز میزنید تریکوهاتونو از کنارش دوخت راسته هم برید. بریم سراغ ادامه نخ کردن چرخ سردوزمون که 3 نخ هست. بفرمایید اینجا. رسیدیم به درجه های چرخمون که به این قسمت ها درجه چرخ میگن. شما با شل و سفت کردن این درجه ها دوختون رو تنظیم میکنید. اول اینکه سراغ نخ کردن قلاب، اولین قلاب سردوز که به این شکل هست. از قسمت راهنما، این چرخ‌های صنعتی راهنما دارد. راهنمای قلاب نه رنگ سبز هست که قسمت داخل چرخ هم هر نقطه سبز رنگ که دیدین شما نختون از همون قسمت عبور میدین و این خودش یک راهنمای بزرگه برای نخ کردن سردوز. شما از این قسمت عبور داده، نقطه سبز رو برای خودتون راهنما قرار میدین و ادامه کار رو انجام میدین. از این قسمت نخ رو عبور داده به نقطه های سبز دقت میکنین و ادامه کار رو انجام میدین. میرسیم به این قسمت. از اینجا که 2 تا محل عبور نخ داره، شما از یکی که نقطه سبز زیرش قرار داره نخ رو عبور میدین و میرسیم به اولین قلاب. قلاب رو از این ور یک بار نخ رو رد میکنیم، از این ور قلاب نخ رو میگیریم، دوباره رد میکنیم از قلاب و دوباره به این سمت نخ رو هدایت میکنیم. از این قسمت نخ رو گرفتیم و به بیرون سوزن هدایت میکنیم. میریم سراغ قلاب دوممون. سردوزمون دارای 2 قلاب هستش. قلاب اولی رو نخ کردیم، میریم سراغ قلاب دومی که با راهنمای رنگ زرد براتون مشخص کرده. شما این نخ رو با توجه به راهنمایی رنگ سبز ادامه میدید. از این قسمت عبور داده نخ رو، میرسیم به این قسمت. تمام این قلاب ها با رنگ زرد براتون مشخص شده و راهنماییتون میکنه. میرسیم به رنگ زرد بعدی در این قسمت که 2 تا راهنمای نخ کنار هم هستن. شما از زرد عبور داده، میریم سراغ قلاب دوم. میرسیم به این قلاب. این قلاب رو از این قسمت نخ کرده، از قسمت پشت قلاب نخ رو عبور داده. میرسیم به نوک قلاب که تیز هست و نخ رو عبور میدیم. به این قسمت از پشت قلاب نخ رو میگیریم و از کنار سوزن خارج میکنیم. میریم سراغ نخ بعدیمون که میشه نخ سوم که سوزن هست با رنگ قرمز برای شما مشخص شده. از این قسمت گردون و درجه چرخ نخ رو عبور میدیم و این صدفی ها ردش میکنیم. میرسیم به این قسمت. در این قسمت شما رنگ های قرمز رو مشاهده میکنید. رنگ های قرمز رو به عنوان راهنما دنبال میکنیم و سوزن رو نخ میکنیم. حالا ما
نمیدونم داخل تصویر مشخص هست یا نه. ما 3 تا نخ داریم. این 3 تا نخ رو کنار هم قرار میدیم تا سردوزمون رو روشن کنیم. اگر درست نخ کرده باشید دوخت شما الان به صورت تمیز انجام میشه. پایه رو میبندیم سر جای خودش. قسمت چرخ بسته میشه. اگر در مورد نخ کردن سردوز بازم براتون سوالی پیش اومد حتما توی کامنت ها از من بپرسید تا براتون راهنمایی کنم و فیلم دقیق تری از نخ کردن سردوز براتون انجام بدم. میریم سراغ روشن کردن چرخ صنعتیمون. همونطور که میدونید چرخ‌های صنعتی از این قسمت روشن میشن. دکمه سبز رو فشار میدیم و میریم سراغ اینکه ببینیم چرخمون رو درست نخ کردیم یا نه. 3 تا نخ رو بیرون قرار دادیم. پایه رو بالا میدیم و شروع میکنیم به دوختن. بله، نخ کردن ما صحیحه. دوخت به صورت خیلی منظم انجام شد. همونطور که میدونید چرخ‌های سردوز دارای تیغ هستن و کار رو برای ما خیلی راحت کردن. تیغ سردوز از 2 قسمت تشکیل میشه. قسمت بالایی به اصطلاح بهش الماس میگن. قسمت پایینی این تیغ هست. شما با باز کردن این تیغ میتونید اون رو ببرین تیز کنین و دوباره بذارین سر جاش. به همین صورت همیشه سردوز شما خیلی تمیز میبره و لبه های پارچتون نخ نمیشه به دلیل اینکه تیغتون همیشه تیزه. شما با این شکل میتونین از این درجه استفاده کنید. دوخت چرختون رو تنظیم کنین و خیلی راحت باش بدون. در حالتی که الان سردوز من تنظیم هست، از رو به این شکل دوخت، از پشت کار به این شکل. یه روش دیگه هم هست برای تنظیم ریز و درشت کردن دوخت سردوز. یک دکمه اینجا تعبیه شده. شما اینو با انگشتتون فشار میدین. وقتی که تا آخر فشار دادین درجه رو جابجا میکنید. هر چه درجه اینجا عدد داره. درجه بیشتر باشه دوخت شما درشت‌تر میشه. الان این آخرین درجه دوخت درشت سردوز هست. حالا امتحان میکنیم ببینیم چقدر درشت. دکمه رو رها کنید. در چرخ رو ببندیم. سوزن یک بار با دست بالا پایین میکنیم که سوزنمون به جای گیر نکرده باشه. میریم سراغ تست دوخت. سرعت چرخ ما خیلی رفت بالا. دوختمون درشت شده. همون شکلی مشاهده میکنید. با همون روشی که دکمه رو فشار دادیم. حالا میریم دوباره دوختمون رو ریز کنیم. با توجه به جنس پارچه و کاری که شما انجام میدین میتونید سرعت و اندازه دوخت سردوزتون رو تغییر بدید. دکمه رو دوباره فشار میدیم تا آخرین درجه. وقتی که روی 7 هست شما انگشتتون رو نگه میدارید میارین روی 7 یه تقی میکنه. در اون لحظه است که شما میتونید درجه چرختون رو عوض کنید. ما میذاریم روی درجه ریزترین. دکمه رو رها میکنیم و میریم سراغ تست. یه جای دیگه از پارچه رو براتون میدوزم که شما تفاوت رو احساس کنید. دوخت ما خیلی ریز شده که دیگه اصلا چرخ جلو نمیره. ببینید تراکم دوخت رو من در بیارم. تراکم دوخت با این شدت شد. این ریزترین درجه است با سرعت پایین و اینم درشترین درجه با سرعت بالا. ولی سردوزتون همیشه روی 3.5-4 درجه عالیه. پس دوباره میریم سر جاش برش گردونیم. دکمه رو فشار میدیم. روی درجه‌ای که بود میاریم که 1 بود. برش میگردونیم روی 4.5 یا 3. با این قرمز به شما راهنمایی میکنه. ما میذاریم روی
بمونید. دکمه رو رها میکنیم، در چرخ رو میبندیم و میریم سراغ تست. دوخت متوسط و تمیز بدون کشیدگی به شما تحویل میده. میریم برای تمیز کردن چرخ سردوزمون. یکی از عوامل مهمی که در نگهداری سردوز به شما کمک میکنه تمیز کردن هفتگی چرختونه. اگر کار با چرختون زیاد هست که زود به زود تمیزش کنید، اگر نه هفته یک بار کفایت میکنه. برای قدم اول میریم سراغ صفحه سردوز. قسمت در سردوز رو باز میکنیم، قسمت قلاب ها باز میشه، پای بالا میره. به وسیله این شاسی که در اینجا تربیت شده شما با این انگشت بالا نگه میداریم، پایه آزاد میشه. با کمک پیچگوشتی 2 تا پیچ روی سردوز در قسمت جلوی صفحه تربیت شد. ما این پیچ ها رو باز میکنیم. در هنگام باز کردن پیچ هاتون حتما دقت کنید پیچ گوشی از داخل پیچ خطا نخوره و لبه های پیچتون نپره، چون ممکنه لبه های پیچ بپره و دیگه باز نشه و شما رو دچار مشکل میکنه. پیچاتون رو یه جای سیف نگه دارین تا گم نشه تا آخر تمیزکاری. صفحه رو به آرامی باز میکنیم، نخ آزاد میشن، صفحه سردوز به این شکل. به کمک یک فرچه پرزایی که داخلش گیر کرده رو تمیز میکنید. اگر شما چرختون رو به مدت طولانی تمیز نکنید، این پرزهایی که دارای روغن هم هستن داخل صفحه جمع میشه و با دوختن زیادی که شما باش انجام میدین اینا سنگ میشه و صفحه رو میشکنه و شما دچار مشکل میشید. پس از تمیز کردن چرخاتون غافل نشید. صفحه رو میذاریم کنار. به کمک پنس که همراه با چرختون برای شما میاد میتونید چرخ رو تمیز کنید. این پرس ها رو میگن. اینا چون روغنی میشن تبدیل به سنگ میشن و به چرخ شما آسیب میزنن. از داخل شیارهای صفحه پرس ها رو در میاریم. به کمک پنس از روی الماس سردوزمون تیغ شما اگر بستگی به کار کردن شما با سردوز داره. اگر کار خونگی انجام میدین، لباسای خونگی و کم سردوز میکنید، به این زودی ها تیغتون کند نمیشه. ولی اگر کار تولیدی با سردوز انجام بشه خیلی زود تیغ کند میشه و باید حتما به جاهایی که چرخ رو تعمیر میکنن ببرین و تیغ رو براتون تیز میکنن. این کار خودتون هم میتونین انجام بدین. فقط یک پیچ داره که شما اینو باز میکنین و تیغ آزاد میشه. من در ادامه ویدیو براتون این کار رو هم انجام میدم. به کمک فرچه تمام پرس ها رو از چرخ جدا میکنیم. بعد از اینکه تمام پرس ها رو با دقت با پنس و فرچه برداشتید، چرخ ما نیاز به روغنکاری داره. حتما از روغن سفید چرخ استفاده کنید که چرختون روون بشه. این قسمت یک مخزن داره برای اینکه نخ از سوزن به سادگی رد بشه و کنده نشه. شما این مخزن رو همیشه پر از روغن نگه دارید. این قسمت
یک جایگاه داره. شما از اون قسمت روغن رو وارد چرخ میکنید و تا حد نصابی که با خط قرمز به شما نشون داده روغن میریزید. کافیه. در مخزن رو میبندیم و در این قسمت هم یک مخزن وجود داره. شما این مخزن رو هم پر میکنید. قسمت های صفحه رو روغن کاری میکنید. تمام صفحه روغن کاری میشه. قسمت هایی که حرکت میکنن در موقع چرخ کردن، شما با استفاده از گردون میبینید کجاهای چرخ در حال حرکته. تمام قسمت هایی که حرکت میکنن رو روغن میزنید تا چرختون روون بشه. قسمت های قلاب خیلی راحت و تمیز روغن فراوون بزنید، چون این قسمت یک صافی تعبیه شده. از این قسمت روغن های اضافه به پایین چرخ منتقل میشه و کمک میکنه چرخ شما همیشه روون دوخت بزنه. قسمت بالای سوزن هم یک قطعه در حال حرکت هست. شما روی این قطعه هم روغن کاری میکنید. حتما از روغن سفید استفاده کنید که چرختون روون باشه. بعد از اینکه روغن کاری ما تموم شد، میریم سراغ بستن صفحه‌مون. صفحه رو که بسیار تمیز کردیم میذاریم در سر جای خودش. مطمئن باشین که صفحه رو درست سر جاش بذاریم. به کمک پیچ گوشتی پیچاشو دوباره میبندیم. پیچ صفحتون رو حتما تا جایی که امکان داره سفت کنید که صفحه اگر حرکت کنه حین کار حتما میشکنه و از محکم بودن پیچ ها اطمینان پیدا کنید. دریچه های سردوزتون رو ببندید. نخ‌ها رو هدایت کنید به سمت پشت. پایه رو هم اگر پرزی داشت به کمک پنس تمیز کنید. پایه سر جای خودش قرار میگیره به کمک شاستی که در اینجا هست. این محافظ سردوزم برای اینکه دستتون زیر تیغ نره اینجا تعبیه کردم. این قسمت هم که آشغالای سردوز، اضافه های پارچه سردوز که بریده میشه داخل این قسمت میریزه و شما این پایین میتونید یک سطل بذارید یا یه پلاستیک به این قسمت گره بزنید تا پرس ها و اضافه های پارچه‌تون روی زمین نریزه. این قسمت هم درجه تعبیه شده برای بزرگ و کوچیک کردن گام دوخت و سرعت دوختتون و این قسمت رو مثل اون دکمه‌ای که براتون توضیح دادم همون روی 3 یا 3.5 باشه کفایت میکنه. این مخزن هم که پر از روغنش کردیم برای اینکه به این قسمت ها روغن رسانی کنه و قلاب و نخهای قلاب با روغن آغشته بشن و به سمت بالا حرکت کنن و قلاب نخ کنده نکنه. تا جایی که تونستم براتون در مورد سردوز توضیح دادم. البته سردوز من از مدل قدیمی جک هست. اگر شما سوال دیگه‌ای در مورد نخ کردن، باز کردن اجزای چرخ و یا روغنکاری چرخ سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسید. من حتما پاسخگوی شما هستم. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک کردن ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشم کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله بغلش هم بزنید تا به محض اینکه ما ویدیوی جدید منتشر کردیم شما برید و ببینید.
تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.